جوان تا کی نفس بر آتش و دود، به سوی رب خود برگشت کن زود. امانت از خدا این جسم و جان است، امانت را چرا سازی تو نابود. ماجد جوان 17 ساله بود که پدرش یکی از بزرگترین تاجران شهرشان بود. در همان آوان ماجد با امام مسجدی که در همسایگی آنها قرار داشت آشنا شد و از محضر او محبت خدا و پیامبرش را فرا گرفت. نور ایمان از سیمایش نمایان بود و همواره با پدر و مادرش با بهترین اخلاق رفتار می نمود. مدت نگذشته بود که پدر ماجد متوجه دیگرگونی ماجد شد، چون دیگر صدای موسیقی تکان دهنده را از اتاق ماجد نمی شنوید و ماجد همواره با آرامیش بود و بسیار ذکر و تلاوت قرآن می نمود. اما پدر ماجد از این وضعیت خرسند نبود. پس از گذشتن مدت پدر ماجد شروع کرد به فشار آوردن و تحت تنگنا قرار دادن وی و او می گفت این کارهای پوچ و بی اساس چیست که انجام می دهی؟ چرا قرآن می خوانی؟ آیا الان وقتی نماز است؟ مگر کسی مرده است؟ وقتی نماز صبح فرا می رسید ماجد از خواب بر می خواست و پدرش را از خواب بیدار می کرد. اما پدر که پیش از ازدواج سجده برای خدا نکرده بود از این کار فرزندش به خشم می آمد و بر سر و روی او توف می کرد. در یکی از روزها پدر ماجد پیش امام مسجد رفت و خطاب به او گفت چرا فرزندم را فاسد و بیراه کرده ای؟ امام مسجد لبخند بر لبانش جاری شد و گفت ما فرزندت را فاسد نکرده ایم، بلکه او را برای راست و مسیر نجات راهنمون ساخته ایم. فرزند تو اکنون 6 جزء از قرآن کریم را حفظ کرده و بر ادای نماز حریص است. پدر ماجد گفت ای فرومایه، اگر دوباره فرزندم را همراه تو ببینم و یا این که در مجلس و درسهای شما شرکت می کند استخوانهایت را می شکنم. سپس بر سر و روی امام توف کرد و رفت. امام مسجد گفت خدا خیرت دهد و تو را برای راست هدایت فرماید. پدر ماجد و برادرزاده‌اش که جوان مشهور به فساد و بیراهگی بود پیشنهاد کرد که همراه با ماجد سفر تفریحی به یکی از کشورهایی که فساد در آنجا رواج دارد بروند تا اینکه از دوستانی به قول خود فاسد و امام مسجد فاصله بگیرد و دور باشد. پسر عموی ماجد خطاب به ماجد گفت نظرت چیست سفری را به اسپانیا برویم و آثار فرهنگ و تمدن اسلامی که در آنجا وجود دارد را از نزدیک مشاهده نماییم؟ ماجد چون در آغاز مسیر استقامت بود پیشنهاد وی را پذیرفت و همراه او به اسپانیا روانه شد. پدر ماجد همه خراجات سفر را به عهده گرفت. ماجد و پسر عمویش پس از رسیدن به اسپانیا در مهمانخانه‌ای که در همسایگی آنها رقاصخانه و کلوب شبانه وجود داشت اقامت گزیدند. پسر عموی ماجد چون شب فرا می رسید به آن رقاصخانه می رفت، اما ماجد از همراهی وی خودداری می نمود و در اتاق خویش به ذکر و یاد خداوند مشغول می شد. پس از گذشت مدت ماجد همراه پسر عمویش به آن رقاصخانه گام نهاد و اندک اندک به رقصیدن با زنان آنجا بوده شروع نمود. دیری نگذشت که همان نمازهایی را که در مهمانخانه به جای می آورد ترک نمود
و با اذکاری که بر زبان جاری می ساخت وداع کرد. در یکی از روزها پسر عموی ماجد سیگاری را که آمیخته به نوع مواد مخدر بود به او تعریف نمود و ماجد نیز پذیرفت و پس از آن در چاه تاریکی ها سقوط نمود. ماجد دیگر از هیچ چیز باک نداشت، نه از سیاهی و کبود شدن اطراف چشمانش و نه از شبگذرانی و نه از زنا و زنان رقاصه و نه از ترک نمازهایش. پس از گذشت مدت ماجد با پدرش تماس گرفت تا مقدار پول برای وی بفرستد. پدر پس از شنیدن این سخن نزدیک بود از خوشحالی پرواز کند. ماجد روز به روز بیشتر در گرداب فساد فرو می رفت تا اینکه در دام مصرف گرائین افتاد. مدت ویزای آنها به پایان رسید. پسر عموی ماجد تلاش میکرد او را قانع کند تا به سرزمین خودشان بازگردند، اما ماجد فریاد میزد: من هیچ سرزمینی ندارم، من پدر ندارم، من خانواده ندارم. سرزمین و پدر و خانواده من همین آغوش گرمی گرائین سفید است. ماجد و پسر عمویش بالاخره به کشور خود بازگشتند. پدر ماجد جهت استقبال آنها به فرودگاه آمده بود، اما به محض مشاهده فرزندش متوجه شد که او تماما دگرگون شده است و اوضاع او بیجاست. ماجد پس از نزدیک شدن به پدرش با سردی او را پذیرا شد. پدر ماجد همراه وی به خانه بازگشت و تلاش نمود تا او را از این آلودگی با مواد مخدر معالجه نماید، اما فایده ای نداشت. چندین بار ماجد پدرش را کتک زد و نیز بسیاری از طلاهای مادرش را دزدید و حتی کارش بجایی رسید که برای دستیابی به پول و پیسه جهت تهیه مواد مخدر پدرش را با چاقو تهدید می کرد. در یکی از روزها پدر ماجد به نزد امام مسجد رفت و خطاب به او گفت: مرا ببخش، من بر سر و روی شما توف کردم و با بی‌ادبی با شما رفتار کردم، اما الان میخواهم ماجد را به سوی خودت بازگردانی. ماجد اسیر مواد مخدر شده است. خواهش میکنم او را به حال اولش بازگردان. او را به نماز بازگردان. او را در حالی که پاک شده است به من بازگردان. اما امام مسجد لبخند زد و گفت: ای پدر ماجد، با صداقت تمام از خداوند بخواه که او را هدایت کند، زیرا هدایت تنها به دست اوست. پس از گذشت 2 هفته از این ملاقات، جنازه پدر و مادر ماجد را به همین مسجد آورده بودند تا امام بر آنها نماز جنازه بگذارد، زیرا ماجد آنها را پس از این که از دادن پول جهت خرید مواد مخدر به وی خودداری کرده بودند به قتل رسانده بود. ماجد در حالی که در پس پنجره های زندان نشسته بود و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود می گفت: چرا پدر جان؟ گناه من چی بود؟ آیا مگر اسلام تو را به خوشرفتاری با فرزندانت امر نکرده بود؟ انا همین است نتیجه دور ماندن از تعلیمات اسلامی. پدران و مادران عزیز، از دیندار شدن فرزندانتان ناراحت نشوید. کوشش نمایید تا فرزندانتان دیندار شوند و تعلیمات اسلامی را خوب فرا گیرند و یک مسلمان واقعی شوند. أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى
قدميك خدي حين ألقاك وروي الترب من دمعي سرورا في محياك.